عرب ها اصلا چیزی نداشتن، اصلا زبون نداشتن، زبونشون مال ماست، خطشون مال ماست. خط عربی که الان از کوفی گرفته شده، خط کوفی هم از پهلوی ساسانی گرفته شده. بس خط عرب، حتی اولین شاعر عرب تخاری اهوازی که ایرانیه، اولین شاعری که تو عربستان شعر گفته یک فردیه به نام تخاری که ایرانیه. بس شعر عرب، ادبیات عرب، زبان عرب، فرهنگ درست عرب، نه غلطی که امروز میبینیم، درست عرب همش مال فرهنگ ایرانیه که به عربستان رفته اون موقع. ایران حق بزرگی به گردن بشریت دارد، زیرا به شهادت تاریخ ایران با فرهنگ نیرومند و ظریفی که در طی قرون به وجود آورده وسیله تفاهم و توافق و هماهنگی را میان ملل ایجاد کرده. گوته که از حافظ به شدت تاثیر داشته، هوکر، نیچه، پوشکین، لامارتین، لرمانتوف